با سلام. آیا براتون پیش اومده که بخواین از کسی شکایت کنید و ازتون بپرسن آیا اظهارنامه دادید یا نه؟ خب آیا لازمه ما همیشه اظهارنامه بدیم در دعواها؟ نه لزوما. اظهارنامه یک اعلام رسمی، یک درخواسته، یه اخطار قانونیه، یه هشدار قبل از شکایته که بعضی وقتا اگه داده نشه احتمال داره که شکایت رد بشه یا دعوامون رد بشه. اما در 4 استثناء خیلی مهم لازمه که برای اینکه کارمون به صورت کلیدی و مؤثر جلو بره اظهارنامه بدیم. اول در ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی میگه اگه مالی دست کسی به امانت داری قبلش بهش اظهارنامه بده اگه احساس میکنه که قراره پس نده. ماده 129 قانون تجارت اشاره میکنه که اگر طلب شخصی از یکی از شرکای شرکت تجاری داری قبل از اینکه درخواست انحلال اونو بکنی برای گرفتن دینه لااقل 6 ماه قبل به اون شرکت یک اظهارنامه بدی. ماده 13 قانون روابط مؤجر و مستاجر میگه در پایان قرارداد اجاره یا برای تخلیه ملک در بعضی از موضوعات لازمه که شما قبلش اظهارنامه بدید. و در آخر در زمانی که مدیر ساختمون بعد از هشدار کتبی و شفاهی خودش میخواد که برای وصول مطالبات و هزینه‌های ساختمون کاری بکنه، اونجا قانونگذار گفته که شما باید اظهارنامه بدید. ممنون.